به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سخن این جلسه من تحت این عنوان است که خشونت را مهار کنیم. ما در دنیای زندگی میکنیم که ناگزیر از زندگی در میان خشونت هستیم. اصلا در طبیعت این جنگ و مبارزه و خشونت هست. میکروب ها وقتی که حمله میکنن به بدن انسان، گلوبول ها دفاع میکنن، خشونت ایجاد میشه. اما این خشونت به حقه، نه به باطل. در تجاوز نیست، دفاعه. به هر حال اینم یه نوع خشونتی است. ما در جهان ناگزیریم از خشونت، منتها خشونت رو باید مهار کرد. کسانی به فکر افتادن مثل آقای جان هیک که پلورالیسم دینی رو بنیانگذاری کرده و به طور کلی راجع به پلورالیسم صحبت کرده، فیلسوف این رشته است. اینا عقیدهشون این است که همه ادیان بهره از حقیقت دارن، بنابراین جنگی نباید بین ادیان باشه، مخالفتی نباید باشه، تنازعی، کشمکشی، در حالی که انسان نمیتوانه. حتی خود جان هیک و کسانی که به پلورالیسم معتقدن با کسانی که مخالف این رأی و فرضی هستن مخالفن، علیه اونا صحبت میکنن، اونا علیه اینا صحبت میکنن. بنابراین حتی اونایی که میگن همه باید مسالمت داشته باشیم بر ضد کسانی هستند که میگویند که نه، با باطل نباید مسالمت داشت. بالاخره ادم اون عقیده رو دارن. پس انسان نمیتوانه از مخالفت با رأی و موافقت با رأی خودداری کنه. انسان در میان کشاکش حق و باطل هست، در هر مذهب و هر مسلکی میخواد باشه. بالاخره چیزی رو حق میدونه، با مخالف او مخالفه. منتها بحث در اینجاست که وقتی که مخالف حرف میزنه ما باید سخن بگیم. آهن رو باید با پولاد جواب داد. وقتی که او تفنگ دست میگیره منم باید دفاع کنم، تفنگ دست بگیرم. اگر او سخن بگه و من تفنگ دست بگیرم برخلاف عدالت رفتار کردم و مهار نکردم خشونتو، به طرف ازدیاد خشونت رفتم. اون تفنگ دست بگیره من شروع کنم استدلال کردن، میزنه من میکشه دیگه. استدلال اونجا به درد نمیخوره، من باید در برابرش بایستم. وقتی که طرف برهان آورده منم باید برهان بیارم، با تفنگ نباید جواب او رو بدم. وقتی تفنگ دست گرفت خب منم تفنگ دست میگیرم. بنابراین باید خشونت رو تحلیل کرد که خشونت چیست و چه جور مشروع و معقوله و چه جورش نامشروع و نامعقول. و الا اینکه بگیم اصلا خشونتی نیست، کشورهای غربی که دم از سوسیالیسم و عرض کنم که آزادی طلبی و اینها عدهشون این طرفن عده اون طرفن میزنن، هر دو دسته کمونیست ها، سوسیالیست ها، لیبرالیست ها همشون بالاخره مبارزاتی دارن با مخالفین خودشون. نمیتونه انسان از این مبارزات در بیاد. در اسلام به ما دستور داده شده که شما خشونت رو مهار بکنید. حتی در جنگ خشونت رو مهار کنید. قرآن میگه و قاتلوا فی سبیل الله الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان الله لا یحب المعتدین. در راه خدا بجنگید، نه برای غنایم و از کم کشور گشایی. و با کسانی که به جنگ شما آمدن بجنگید، نه کسانی که کاری با کار شما ندارن. تجاوز نکنید، ولا تعتدوا ان الله لا یحب المعتدین. خدا متجاوزین رو دوست نداره. در آثار نبوی هم آمده. الان من چند تا حدیث از کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم نقل کردم که پیامبر اسلام هر وقت سپاهی رو میخواست بفرسته به جایی در برابر
تهاجم قبایل به امیر اون سپاه از کنم که چیز میکرد، سفارش میکرد و میگفتش که اغزو بسم الله، به نام خدا بجنگید، و فی سبیل الله، در راه خدا بجنگید. ولا تقتلوا ولیدا، بچه ها رو نکشید. ولا امرأة، زنا رو نکشید. از کنم که صحیح مسلم کتاب الجهاد و سیر میگه پیامبر دید یه زنی در بعضی از غزوات کشته شده. او چه کسی اینو کشته؟ مگه من نگفتم در جنگ ها کسی نداره حق نداره بچه ها رو بکشه، زن ها رو بکشه، پیرمردا رو حق ندارید بکشید. کسانی که به صومعه ها رفتن مشغول عبادتن، هر دیانتی دارن، حق ندارید اونها رو بکشید. کشاورزان رو نباید بکشید، به کارشون مشغولن. سربازی که در برابر شما ایستاده با شما می جنگه، شما با اون جنگ دارید. تعرض به غیر نظامیان نکنید. لا تقتلوا ولیدا ولا اسیفا، بچه ها رو نکشید، کارگران رو نکشید، کارشون میکنن. سربازی که به جنگ شما آمده، سرزمین شما تصرف کرده. آثاری است که از پیامبر خدا در مسند احمد، در صحیح مسلم، در صحیح بخاری، اینها کتب معتبر حدیث نقل شده موافق با فرمان قرآن و آیات قرآن. بنابراین امروز اگر یک مسلمان نادانی به جرم اینکه در غزه اسرائیلی ها جنایت کردن میره اسلحه مسلسل دستش میگیره، 17-18 تا کودک یهودی رو که در فرانسه دارن تحصیل میکنن و اصلا کاری به کار اسرائیل ندارن تیربارون میکنه و خیال میکنه کار مقدسی داره میکنه، باید علمای اسلام اعتراض کنن بهش. تو داری اسلام رو ملکوک میکنی، لکه دار میکنی، تو داری به دیانت خدا، چون به اسم خدا و اسلام این کار رو میکنی. ولا تزر وازرتون وزر اخرى، هیچ باربرداری بار گناه دیگری نمیبره. این بچهای کوچک چه گناهی کردن؟ پیامبر گفته حتی در جنگ با اونها اگر بچه‌هاشون هم مردن، لا تقتلوا ولیدا لا تقتلوا امرأة، زنا رو نکشید، بچه‌ها رو نکشید. اینو که حتی در جنگ هم نیومدن. مرد میدانی برو در برابر اسرائیل با اونها به جنگ، سرزمین های غصب شده خودتو آزاد بکن. برو مردم غزه که محاصره شدن و اسرائیل نمیذاره که دارو حتی به اونها برسن، به زخمی هاشون برسه، کشتی ها رو جلوشون میگیره، با اونا به جنگ. مشروع، درسته، پهلوانی، برو اون میدان. اینجا به این بچه های یهودی چی کار داری؟ به اسم اسلام. خشونت باید مهار بشه. اینها افراط و زیاده روی است. اصل قضیه این است که ما مسلمانان جهان رو مقدس میدانیم، چون میگیم فعل خداست جهان، همه چیز آیات خداست و فی کل شیء له آیته، همه چیز آیات خدا هست. ما معتقدیم تمام جهان خدا رو داره تقدیس میکنه. و این من شیء الا یسبح بحمده، هیچ چیزی نیست مگر داره تسبیح و حمد میکنه خدا رو. چطوری؟ یعنی از قوانین خداوند داره اطاعت میکنه و نشون میده قدرت و حکمت او رو. بنابراین جهان از نظر ما یک معبده و مقدسه و لذا قرآن به زمین و آسمان قسم خورده. و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها، قسم به آسمان و آن که بنا کرد او رو، قسم به زمین و آن کس که گسترد زمین رو. به اشیاء مقدس قسم میخورن و لذا ما میگوییم تخریب زمین، تخریب طبیعت حرامه. قرآن جایی که میخواد انتقاد بکنه از بعضی از کفار و مشرکین میگه فلیغیرن خلق الله، اینا خلق خدا رو تغییر میدن، آفرینش خدا رو تغییر میدن. بله، تمدن قدیم، تمدن بت پرستی یه جور تغییر میداد، تمدن جدید یه جور تغییر داده. الان به اسم تمدن این آلودگی محیط زیست، این همه سربی که در
هوا منتشر میشه که مردم مبتلا میشن به انواع بیماری ها، به سرطان های ریوی، چه تخریب طبیعت. قرآن میگه لا تفسد الارض بعد اصلاحها. بعد اینکه خدا طبیعت رو اصلاح کرده، طبیعت سالمی آفریده، شما فاسد نکنید زمین رو. الان به اسم تمدن ما جهان رو داریم فاسد میکنیم. لایه هایی که در قشر زمین هست، در جو زمین هست، خطراتی برشون پیش آمده. لایه اوزون مثلا پاره شده، گرفتاری های دیگه که تو دنیا پیدا شده. بنابراین اسلام پیامش اینه که جهان مقدسه، باید این جهان رو حفظ کرد، باید با دنیا در نیفتاد، باید با قوانین طبیعت کنار آمد و از او استفاده کرد، نه اینکه تخریب طبیعت کرد. این یه پیام جهانی است که همه چه خداپرست باشن چه نباشن این پیام اسلام رو باید قبول کنن. قرآن میگه بعضی از مردم هستن وقتی که ولایت و حکومت پیدا میکنن یا زمانی که برمیگردن از توی پیغمبر میرن، جلوی تو راجع به دیانت صحبت میکنن، اخلاق انسانت. و اذا تولا سعی فی الارض لیهلک الحرث والنسل لیفسد فیها و یهلک الحرث والنسل والله لا یحب الفساد. وقتی که تولیت پیدا میکنن شروع میکنن حرث به معنی کشت و نسل رو از بین میبرن و خداوند فساد رو دوست نداره. خداوند طرفدار صلاح. بنابراین اینا همه خشونته. خشونت فقط در برابر انسان ها نیست دیگه، خشونت در برابر حیوانات هم هست، در برابر گیاهان هم هست. عده‌ای هستن حتی در همین ایران خود ما، چوب فروش های رو من میشناسم که نمازم میخوندن، معتقد به اسلام هم بودن، ولی میرفتن جنگل ها رو، حالا اگرم به فرض اونجا کسی ادعای مالکیت قسمتشو میکرد از اون میخریدن، چوب ها رو میبریدن اینجا تیر میفروختن، تیرهایی که برای ساختمان به کار میره، تیرهای چوبی. در صورتی که جنگل ها، مراتع، دریاچه ها، دریاها، قلل جبال، اینا جزء نفت و همطور اینها معادن، اینجا ثروت های عمومی است، مالکیت شخصی نداره. کسی حق نداره بره جنگل رو تخریب کنه، بیاد اینجا چوب فروشی باز بکنه، بعد سر ظهرم بره بگه الله اکبر نماز بخونه. تمام زندگیش حرام باطله. تمام فقهای اسلام اتفاق دارن. اینا رو در فقه، به خصوص فقه شیعی، اسمشو انفال گذاشتن. قل الانفال لله. انفال مال خداست، مال عرض کنم که مالکیت شخصی درش نیست که کسی بیاد جنگل رو ضایع بکنه. بنابراین اینه پیام امروز اسلام به جهان، اینه که این جهان باید تقدیس بشه، باید احترام بگذاریم به طبیعت، باید طبیعت رو آلوده نکنیم، باید با طبیعت در نیفتیم. الان این همه امراضی که در دنیا پیدا شده در اثر اینه. و اگر کسی با این چشم به جهان نگاه بکنه حتما خداشناس میشه. پدیده های جهان همه دارن فریاد میزنن که ما سازنده‌ای داریم، مخترعی داریم، از حکمتی که در کار اونها به کار رفته، از قدرتی که در کار اونها استعمال شده، همه دارن فریاد میزنن. بنابراین نمیشه به صلح برسیم و با خدا بجنگیم. با جنگیدن با خدا نمیشه به صلح بشر دست یافت. دیانت هم طوری است که اگر در سطح ابتدایی قرار بگیره، متدین سطحی انسان بشه، موذی و مضر و خودخواه بشه. بله، به اسم دین که من حق با منه و آخرتم هم تأمینه و خدا تایید میکنه اعمال منو، خیلی توجیهات میکنن و جنایت ها ممکنه مرتکب بشه انسان، تعصب پیدا کنه. ولی وقتی که دیانت عمیقاً در کسی وارد بشه، با تدبر قرآن رو بخونه، افلا یتدبر، عمیق بشه در کلام خدا، اون وقت میرسه به این که هم طبیعت رو دوست داره، هم صاحب طبیعت دوست داره، هم مردمی رو دوست داره که خدا اینها رو آفریده و خشونت ها رو سعی میکنه که مهار کنه. امروز دنیای ما احتیاج به این داره.
که از خدا به طرف خلق بیاد تا دوستدار خلقم بشه، همچنان که دوستدار خالقشون خواهد شد. به هر حال ما مفتخریم که دین ما و بزرگان این دین در یه سطحی قرار گرفتن که به بشریت با چشم محبت نگاه میکردن. قرآن میگه و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ما تو رو نفرستادیم مگر رحمتی برای جهانیان باشه. همین امروز داشتم مطالعه میکردم، یه کتابی رو نقل کرده که کسی به حضرت رضا علیه السلام گفت که یک زرتشتی وصیت کرده که اموال من رو به فقرا بدهید. نامه‌ای نوشته بود از به اصطلاح نیشابور به مرو که این نامه به دست مأمون خلیفه عباسی رسید که بعد کسی زرتشتی مجوسی یه همچین وصیتی کرده، بعد اون حاکم شهر این منطقه به فقرای مسلمین داده. او با حضرت رضا مأمون مشورت کرد که این کارش درست بود. حضرت رضا گفت نه، وقتی که یک زرتشتی میگه به فقرا بعد اموال من برسین، اول برای ببینیم همکیشانش رو در نظر بگیریم. فقرای همکیش رو، اون مثل مسلمان ها که وصیت نمیکنه. فوراً تو بنویس برای اون امیر اون منطقه که اگر این پولها رو صرف فقرای مسلمین کرده، از بیت المال مسلمان ها که سهم فقراست به فقرای زرتشتی به همون اندازه بده. یعنی دینی است که اینطور محاسبه حق و عدالت میکنه، کاری نداره که مذهب اون غیر از مذهب منه، با مذهب من مخالفه. ما بنده خدا هستیم و خدا جوهر فرمان خدا عدالت است، احسان است، عدالت است. کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. قیام به عدالت بکنید، برای خدا گواهی بدهید. این کلام خداست، در قرآن میگه. هرچند به زیان خودتانه، به زیان پدر مادرتونه، برید شهادت به حق بدید، هرچند به زیان مادرته. ان یکن غنیا او فقیرا، چه غنی باشه چه فقیر. رو فقر حساب ترحم نکنی، عدالت باید اجرا بشه. رو غنا حساب طمع نکنی، بذار کنار، اون ثروتمنده پس من به نفع اون رأی بدم. تابع حق و حقیقت باش. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، دشمنی قومی شما رو به بی‌عدالتی در حق اونها وادار نکنه. اعدلوا هو اقرب للتقوی. این است منطق اسلام. آیا امروز جهان به این منطق نیازمند نیست؟ همیشه نیازمنده، همیشه نیازمنده. و این منطق از خدا شروع میشه. وقتی خدا رو دوست داشتیم، طبیعت خدا رو دوست داشتیم، در مقام تخریب طبیعت بر نیامدیم، خشونت ها رو محدود کردیم و مهار کردیم، بشر رو دوست داشتیم. عرض کنم که قرآن کریم صحنه رو نشون میده که پیغمبر چنان در غم فرو رفته داره هلاک میشه. بعد قرآن بهش میگه فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. تو داری خودتو هلاک میکنی که چرا مردم ایمان نمیارن به این سخنان که رستگار بشن. داری قصه میخوری چرا مردم نمیخوان رستگار بشن، چرا نمیخوان تو راه صحیح بیاد. داری از قصه هلاک میشی. درباره مؤمنان که نبوده، که درباره زن و بچه خودش که نبوده، که درباره کفار بوده قصه میخورده. چرا اینا دارن خودشون رو بدبخت میکنن؟ ما در جهانی زندگی میکنیم که این جهان راه برای ما مسلمان ها، نه هدف. هدف اعلا جای دیگه است که به سوی او داریم میریم. راه هم جز این نیست که خودمون رو بسازیم. راه رسیدن به هدف ساختن خود، در درون خود تغییر و تحول ایجاد کردنه، تو همین زندگی، تو همین فرصت. بنابراین کسانی که از این خط خارج میشن و دارن تخریب شخصیت خودشون میکنن و فطرت خودشون و روحانیت خودشون رو دارن مسخ میکنن، عقلای دنیا باید به حال اونا گریه کنن اگه انسانن. فلعلک باخع نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. پیامبر داره از قصه هلاک میکنه خودشو که چرا مردم
نمیان تو راه به سعادت، طرف سعادت گام بر نمیدارن. به هر حال مسئله این است که باید این قضایا جلوی چشم ما همیشه باشه و این پیام رو به دیگران هم برسانیم و قبل از این که در مقام تبلیغ و دعوت براییم خودمون رو اصلاح بکنیم. عقلای دنیا، بزرگان، همه بر این مبنایی که من عرض کردم بر این مبنا هستن، کسی مخالفت با این نداره. مسلمین برجسته در دنیا، مبلغان، چندی پیش دیدم که در یک روزنامه از جناب دکتر حسین نصر که استاد مطالعات اسلامی در دانشگاه جورج واشنگتن هستند، در همین زمینه مقاله نقل که مصاحبه‌ای با ایشان کرده بودن، ظاهرا مصاحبه در ترکیه انجام شده و داد سخن در همین زمینه‌ها داده بود که بله بشر الان مشغول تخریب، از کنم که زندگی طبیعیه و باید بیدار بشه کجا داره میره، چیکار داره میکنه و باید با خداشناسی شروع کنه. با جنگ با خدا نمیشه با بشر صلح بکنه. وقتی میتونه بشر دوست داشته باشه که خدا رو و خلقت او رو دوست داشته باشه. و قریب این مضامین ایشون هم گفته بود، مقصود این که این سخن من و پیام من نیست، همه خداشناسان دنیا در واقع لب سخنشون همین خواهد بود و همین است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.